آقا من فکر میکردم که دیگه مثلا یاد گرفتن همه دیگه لازم نیستش آقا یاد بدم به کسی که نمیدونم چی دارم میگم یا فلان. هنوز میرم با یه نفر حرف بزنم منو نمیشناسه اصلا بلد نیست، باید براش توضیح بدم، باید براش ترونی حرف بزنم. مثلا طرف به من میگه مثلا داشتم به طرف یه عدد میخوندم، خب گفتم 325 بعد اینو نمیدونست یعنی چی. شما بگوید تو کامنت 325 یعنی چی. بعد باید بار ترونی باش حرف بزنم. آره نمیدونم فلان، سلام آقای فلان، نمیشه دیگه. میگید چی میگم؟ بعد برید یاد بگیرید، برید چنل آلیس رو ساب کنید، فالو کنید و جوین بدید.